راز پرفروش‌ترین براونی‌های کافی شاپی تو همین دستوره که برات تو کپشن نوشتم. سلام به خونه خودتون، به خونه کیک و شیرینی خیلی خوش اومدین. اینجا بهترین کیک و دسرهای دنیا رو برات با زبون ساده ترجمه میکنم. دکمه لایک و سابسکرایب رو بزن و با من همراه شو. قبل از هر چیزی فر رو روشن کنید تا گرم بشه. حالا با هم کره قهوه‌ای درست میکنیم. کره قهوه‌ای همون چیزیه که طعم برانی هامون رو حرفه‌ای میکنه. فقط کافیه مقدار کره مورد نظر رو تو تابی گرم کنید تا کم کم تغییر رنگ بده. حالا شکلات‌های خرد شده رو داخل کره قهوه‌ای گرم می‌ریزیم تا با حرارت کره شکلات آب بشه. تخم مرغ‌ها و شکرها رو به همراه وانیل با دور تند همزن به مدت 8 دقیقه بزنید. حالا سرعت همزن رو بیارید پایین و مواد کره و شکلات رو بهش اضافه بکنید. الان نوبت اضافه کردن مواد خشک و شکلات چیپسی که توی کپشن همه رو براتون نوشتم. مواد رو به آرومی با هم ترکیب بکنید. مواد مورد نظر رو تو قالب مناسب بریزید و روش رو صاف بکنید. در فر 175 درجه سانتیگراد به مدت 22 الی 25 دقیقه بپزید. این براونی با بسته‌بندی مناسب در دمای محیط به مدت 2 روز و در یخچال به مدت 4 روز ماندگاری داره. همین مراحل ساده رو دنبال کن، اون وقت می‌بینی که چطور یه براونی نرم و شکلاتی و حرفه‌ای درست می‌کنی. اگه خوشت اومد حتما لایک کن و سابسکرایب یادت نره و به من بگو دوست داری آموزش بعدیمون چی باشه.